اولا اینکه امی قالین وطن ما و شما که به کشورهای دیگه قاچاق میشه باید جلوش گرفته شود. مثلا قالین خصوصا دمی فعلا دمی شرایط یک سال اخیر شده زیاد قالین ما غیر گمرک بدون گمرک طرف ایران قاچاق میشه به نام ایرانی سودا میشه و همچنان قالین ما بدون گمرک طرف پاکستان میره، از پاکستان با دیگه کشورها میره به نام میدان پاکستان میره. باید جلو از این گرفته شود قالین افغانستان قاچاق نشه بگر هر کشوری که میره به شکل قانونی گمرکی بره و همچنان ترانزیت که میخوایم که ما از راه پاکستان اگر ترانزیت جنس خود روان میکنیم به شکل ترانزیت باشه نه به شکل قاچاق باشه. فعلا هم در مشکلات هستیم. امیال هم زیاد قاچاق میشه. یک تخت قالین قیمتش $500 است. $100 به او میتن که قاچاق میشه طرف ایران یا پاکستان. باید جلو از این گرفته شود که این قالین قاچاق نشود. اگر در ایران میره باید رسمی قالین ما بره. اگر پاکستان میره از پاکستان ترانزیت شود. خود پاکستان جنس ما را استفاده نمیکنن و دیگر کشور انتقال میشه باید شکل ترانزیت انتقال شود نه غیر بدون مسئول گمرک قاچاق شود جنس ما. خواست ما است که با ما اولا امنیت ایجاد بکنن، در پالی امنیت با ما بازار ایجاد کنن، مارکت ایجاد بکنن. بازار چه رقم بازار ایجاد کنن؟ با ما نمایشگاه ها جور کنن. نمایشگاه دوموتکس در انوبر هر سال ایجاد میشه، در جرمنی ایجاد میشه. متاسفانه که 2 سال شده، 1 سال که به خاطر کرونا ایجاد نشد و این سال هم به خاطر چی مشکلات بود که حال ایجاد شده نمایش و در افغانستان در لیست نیست. باید افغانستان در لیست نمایشگاه جرمنی باشه، نمایشگاه امریکا باشه و همچنان امیال فعلا که ما پول نمایشگاه دوموتکس 2020 در دبی داده بودیم از طرف وزارت و تا حال هیچ تاجر از نمایندگی سکتور قالین اشتراک نکردن. باید این توجه شود که ما پول قبلا پرداخت کردیم، ما هرچه عاجل یک تاجره خود در اونجا انتقال بدیم که قالینای ما اونجا در نمایش گذاشته شود و همچنان فروخته شود، اما همچنان قرارداد ما بگیریم از اونجا. ترکمنستان گفته این اولا بگیم که ترکمنستان چه قسم توجه داره به سکتور قالین خود. در ترکمنستان کسی که یک خانه میخره یا یک آپارتمان میخره او مجبور است که 100 متر قالین به خانه خود بخره. اولا قالین خود فرش کنه، صنایع دستی خود استفاده کنه، بعدا قوله را به نامش میکنن. یعنی که او قدر او به قالین خود، به سکتور قالین خود توجه دارن و برش اهمیت میتن و استفاده میکنن. ما شما از جلو قاچاق قالین‌های ماشینی کم کیفیتی که به بازار افغانستان میه جلوش بگیریم. اولا که نمونیم در خاک افغانستان قالین‌های ماشینی که به صحت انسان ضرر داره، به چشم انسان ضرر داره، کلش موادهای کیمیایی، پلاستیک، گاز است، جلو از گرفته شود، گمرکاتش تعرفیش بالا شود و حتی در افغانستان نبیه. ما افغان‌ها بتونیم که قالین خود به وطن خود استفاده بکنیم و همچنان کسایی که افغانایی که در بیرون هستن و به اونجا استفاده بکنن، چون قالین ما پشم گوسپند است، رنگ‌های طبیعی است، به صحت انسان، به چشم انسان فایده داره.
خواست ما از مسئولین می است که در این سکتور توجه جدی بکنن، به خاطر که این یگانه سکتوری است که ملی است و بافندا، کسبکارا، شوینده، تولید کننده همگی داخلی هستند و در این باید توجه جدی صورت بگیره. و خصوصا در این تحول که آمده در این 3 ماه اصلا فروشات نیست، اصلا صادرات نیست، اصلا بازار نیست. ما با رکود مواجه هستیم و ما میخواهیم از مسئولین که در این توجه جدی بکنن. بیاین دست به دست بتیم، همین صنعت خود رشد بدیم و صنعت خود استفاده بکنیم. هم به صحت ما خوب است و هم به چشم ما خوب است و همچنان اقتصاد ما پیش میره و همچنان فقر بیچارگی به کلی از بین میره. کسی که یک دانه قالین بگیره به خانه خود استفاده بکنه، او در حقیقت هم در خانه خود قالین استفاده میکنه و هم در یک فامیلی که در قطعا زمین است یک شغل را ایجاد میکنه. یک شغلی که ایجاد میشه در یک پیس قالین، در یک توته قالین 10 نفر گزارش در 1 ماه 2 ماه چورش میشه. انشالله این را باید ما دست به دست بتیم، صنعت خود رشد بدیم، استفاده بکنیم و استفاده از این انشالله که به صحت ما، به چشم ما، به همه چیز ما فایده داره. حدوداً که این حتی قابل سنجش، قابل باور نیست، بسیار یک وسیع است، چون یک کار سکتور قالین صنعت افغانستان بسیار وسیع، بسیار کلان است. ما میلیون ها متر قالین در یک سال بافنده داریم، تولید داریم و از این صادرات داریم که صادرات ما به اروپا است، به امریکا است و همچنان به آسیا است، به کشورهای عربی است و همچنان در اینجا در پرچون است. اینجا که شما میبینین این دکان‌های پرچون فروشی ماست. البته حالا ما میریم طرف گدام‌های خود، شوروم خود که ما از گدام خود، از شوروم خود جنسایی که صادر میکنیم از اونجا بسته‌بندی میکنیم، از اونجا انتقال میتیم به طرف بیرون کشور. توجه که بیشتر میشد، شغل وسیع‌تر میشد و یک قدر فقر بیچارگی نمیامد. طبعا که در توجه کم شده، کار نکردن، باید در کار بکنن، در سکتور زحمت بکشن. زحمت کارشون چیزی که به ما سهولت ایجاد بکنن. ما امکانات پولی همه چیز داریم، کارگر داریم، زحمتکش داریم، بازار نداریم. با ما نمایشگاه دائمی در دنیا کار است و نمایشگاه‌های سالانه هر کشور که است با ما ایجاد بکنن، غرفه ها را با ما بگیرن و همچنان بازار با ما ایجاد کنن، پروازها خوب شود و مردم بتونن رفت آمد بکنن و تاجرای ما دعوت شود در افغانستان بیاین، از طریق افغانستان بسته‌بندی ما شود، از اینجا انتقال بدیم. با میلیون ها کسا این شغل ایجاد میکنه این سکتور، چون این بندازی کار است. ما که مثلا از سر گوسفند قیچی میکنیم و ایره پشم میگیریم و بعد از پشم ششتم میکنیم، بعد از ششتم با دیگ مندازیم رنگ آمیزی میکنیم، بعد از رنگ آمیزی تاراندازی با کارگاه میکنیم. شما فکر کنید بندازی کار شد، شغل شد. دیگه چی کار است؟ نفر کار است. باز بالاخره میرسیم در سر بافت المک، باز المک میزنیم، قالین میبافیم، بالاخره قالین تکمیل میشه. بعدش با کارخانه پروسس قالین انتقال میدیم. در کارخانه پروسس قالین شستشو میشه، خاکتکانی میشه. قالین بعد از شستشو خاکتکانی قیچی میشه، بعد از قیچی باز قالین گره میشه. بعد از گره شدن قالین
باز دوباره خاک تکانی میشه، باز بعدا میاد در گدام‌ها و دکان‌ها انتقال میشه، بعدا باز قالین کشگیری چوکات میشه. بالاخره که قالین تیار میشه، این شما ببینید که چندین شغل ایجاد شده اینجا و چندین کسا کار ایجاد شد. اگر ما در اصل بتونیم یک افغان ما یک برادر ما مثل که وطن دوست هستند در این صنعت یک قالینی که میوردارن در زیر پای خود مندازن، در حقیقت در یک فامیل یک کار و یک شغل ایجاد میکنن. این مثالش است. سکتور قالین میفهمین که خودتون بهتر میدونین که کل افغانای ما شما میفهمن که یک سکتور بسیار کلان وسیع است و از دولت مراد اسلامی ما خواهش میکنیم اگر یا در سکتور قالین ما کار بکنن، زحمت بکنن، با ما بازار ایجاد کنن، نمایشگاه ایجاد کنن، نمایشگاه های داخلی باشه، نمایشگاه های خارجی باشه که انشاءالله که ما 100% براتون با گارانتی با ضمانت میگیم که فقر، بیچارگی، بیکاری و کلی از افغانستان خلاص میشه. ما پیش از تحولات امرای رئیس صاحب اتحادیه ما و همچنان وزیر صاحب سابق زمین سکتور قالین بسیار پیشرفت داشتیم. وزارت انکشاف پیشرفت مایی بود که به ما زمین داده شد از ولسوالی اندخوی، از ولایت مزار شریف، از ولایت مرکز کابل، از هرات، از ننگرهار. زمین ها به دست اتحادیه قرار گرفته ولی توزیع نشده. انشاءالله که حالا که تحولات آمد، حکومت اسلامی آمده بخیر که انشاءالله یاد سر دست دارن، برنامه دارن که با فرصت کم همین زمین ها رو به ما توزیع بکنن که ما فابریکه و قالین بافی خود اونجا انتقال بدیم و کارهای خود شروع بکنیم بخیر. کارمند شرکت آسیبه برادران هستم. اینجا خوب است دیگه، حقوق مال خوب نیست، باید دولت کم ذره جدی کنه به خاطر کار. حقوق کاربار نیست، غریبی نیست، مردم بیخی پریشان در بدر است. خصوصا پیش از تحولات به ما از طرف دالی زوای حتی صادرات ما بود که وصل شدیم به اروپا، از اروپا به آسیا، همچنان صادرات ما بسیار به فیصدی کم صادر میکردیم جنسای خود دیگه. و همچنان با مثلا که شما اینجا میبینین دیزاینایی که ما جور کردیم بسیار دیزاینای نو است و در دیزاینای خود تغییرات آوردیم، با خصوصا در رنگ آمیزی خود رنگای طبیعی کار کردیم دیگه. این تغییرات هایی که است که ما در 3-4 سال اخیر زیادتر سر یا کار کردیم ما.